سلام، من هانیم. به یه قسمت دیگه از آموزش ریلز خوش اومدید. تو این آموزش میخوایم با عکسای روشای عزیزم یه ریلز باحال درست کنیم. برای این ادیت از اپ وین استفاده میکنم. اگر این برنامه رو روی موبایلتون ندارین، از گوگل پلی یا اپ استور به راحتی میتونید دانلودش بکنید. ضمن اینکه برنامه پولی نیست و کاملا رایگانه. من چون قبلا یه بار این برنامه رو گرفتم و رو گوشیم هست، دیگه الان گزینه دانلود برای من نمیاد. روی اوپن میزنم و وارد برنامه میشیم. صبر میکنیم تا تبلیغات اپلیکیشن تموم بشه. بعد از اون برای ساخت پروژه جدید روی گزینه به اضافه پایین صفحه کلیک میکنیم و بعد از اون تو پنجره‌ای که باز میشه روی نیو پراجکت میزنیم و ادامه میدیم. من برای راحتی کار عکسایی که میخوام روش کار بکنم و داخل یه فولدر قرار دادم. حالا شما اینجا برای انتخاب ترتیب قرارگیری پلاناتون دو راه دارین. یا از همینجا به ترتیبی که میخواین تو ویدیوتون به نمایش در بیاد انتخاب میکنین، یا اینکه همه رو به ترتیب از اول تا آخر بگیرین بفرستین تو تایملاین و اونجا با کلیک روی هر پلان و درگ اند دراپ اون جاشو تغییر بدید. من همینجا ترتیب عکسامو مشخص کردم و بعد از اون روی گزینه آبی رنگ فلش پایین صفحه کلیک میکنیم و وارد محیط تایملاینشون میکنیم. تو این مرحله میریم به انتهای محیط تایملاینمون و اون اند اسکرینی که به صورت پیش‌فرض خود اپ به تایملاین اضافه میکنه روش ضربه میزنیم. بعدم رو سطل آشغال تا حذف بشه. حالا میخوایم یه موزیک به پروژهمون اضافه کنیم. من موزیکی که میخوایم رو این پروژه استفاده بکنم و تو قسمت موزیکا و حالا یه پوشه به اسم ریلز ایجاد کردم، اونجا ذخیره کردم. از همونجا ایمپورتش میکنم داخل برنامه. ضمن اینکه من تمام موزیک آموزشایی که میذارم داخل کانال تلگرام قرار میدم. آدرسشو میذارم، جوینشین رو استفاده کنیم. قبل از اینکه بخوایم حالا افکت و انیمیشن و سایر تغییرات رو پروژه اعمال بکنیم، وقت اونه که سایز پروژه‌مون رو تعیین بکنیم. با توجه به استفاده‌ای که قراره از این ویدیو داشته باشین، سایز مد نظرتون رو انتخاب کنیم. من انتخابم سایز 9x16. میرسیم به تغییر سایز خود پلانمون. من قبلا سایز پلانایی که میخواستم تو این پروژه استفاده بکنم و از قسمت گالری خود گوشیم ادیت کردم و سایز مد نظرم رو اعمال کردمش. هم از اون طریق هم از این طریق که داخل تصویر میبینید میتونید این تغییرات رو انجام بدید. به این صورت که روی پلان مورد نظرتون کلیک میکنید، بعد روی گزینه کراپ ضربه میزنید و از بین سایزایی که خود برنامه در اختیارتون میذاره سایزی که مد نظرتون هست رو انتخاب بکنید. من مجدد اینجا هم سایز 9x16 رو انتخاب میکنم. حالا قبل از اینکه بخوایم مدت زمان هر پلان رو تعیین بکنیم، دوتا انگشتتون رو روی محیط تایملاین بکشین تا فضای تایملاینتون بازتر بشه و کار باش راحت‌تر باشه. بعد از اون روی پلان ضربه بزنید، تریم رو انتخاب بکنید و اینجا با کشیدن انتهای پلانتون به عقب و جلو مدت زمانش رو طبق اون چیزی که توی دستور عمل ساخت این ریلز اومده، هم داخل اینستاگرام همون مقداری که داخل تصویر میبینید، یکی یکی تا انتها تنظیم بکنید.
نکته‌ای که هست، شما بدون رفتن به محیط تریم و با عقب و جلو کردن انتهای پلانتون میتونید مدت زمان رو تعیین کنید. منتها این کار داخل محیط تریم با دقت بیشتری انجام میشه. کلیات کار تموم شد. حالا میریم با اعمال یه سری افکت ویدئومون رو جذاب تر کنیم. واسه این کار میریم سراغ پلان 8 روش کلیک میکنیم و از گزینه FX یا همون افکتی که پایین صفحه هست گزینه جتر دن رو انتخاب میکنید برای این پلان. بعد از انتخاب افکت یه مستطیل سبز براتون به نمایش در میاد که ابتدا و انتهای اون رو تماما روی کلیپتون بکشید. برای رفتن به پلان 9 لازم نیست حتما محیط افکت رو ببندید. از فلش بالای صفحه افکت میتونید بین پلاناتون جابجا بشید. برای پلان 9 هم جیتر داون رو انتخاب بکنید با همون تغییرات و از پلان 10 تا 15 جیتر آپ رو میذارید. از پلان 16 تا 20 افکتی نداریم. بعد از اینکه کار تموم شد یه دور ریویو میکنیم کلیپ رو ببینیم احتیاجی به تغییرات داره یا نه. بعد از اینکه چک کردن کلیپمون تموم شد از طریق گزینه بالای صفحه میریم برای خروجی گرفتن. صفحه خروجی که باز شد تنظیماتتون رو اعمال بکنید. حالا یا از طریق گزینه منوال به صورت دستی تنظیمات رو اعمال کنید یا بذارید رو حالت آتو تا خود برنامه این تنظیمات رو انجام بده. در نهایت روی اکسپورت ضربه بزنید. تو پنجره‌ای که براتون باز میکنه و داره عملیات خروجی گرفتن انجام میده صفحه گوشیتون رو قفل نکنید، از برنامه خارج نشید تا عملیات به صورت کلی انجام بشه. حالا کلیپتون رفته تو گالری گوشیتون رو از اونجا باز کنید یا دارم اونجا چکش بکنید. اگر مشکلی نداشت تو هر اپی که مد نظرتون هست آپلود بکنید و ازش لذت ببرید. اگر ویدیو رو دوست داشتین یادت نره که لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا به محض گذاشتن ویدیو جدید مطلع بشید. تا آموزش بعد، خداحافظ.